اما طبیعت را بیشتر. نخندید. عجب سیبه کره. اینو دیشب یاد گرفتی کره رو؟ آدمایی که نباید زنده میمونن طبق قوانین فیزیک، طبق قوانین واقعی، اما زنده میمونن. سلام به آف، خوش اومدید. به آف خوش اومدید بچه. پارت 2. برای پارت 2 یه کنده یه درخت آوردیم. یه کنده 7 متریه بچه‌ها. کنده نی، خود درخته. خود درخت آوردیم. راجع به 2 تا از فیلم‌ها حرف زدیم ویدیو قبلی پارت 1 و این پارت 2 و فیلم اورست، سوسایتی آف اسنو و فیلم اینتو دی وایلد رو قراره حرف بزنیم، راجع بهشون بررسی بکنیم و راجع به داستان‌های واقعیشون حرف بزنیم. You've got to get moving. You can't. بریم سراغ اورست که بر اساس فاجعه 1996 ساخته شده. درسته. اول فیلمو میگیم، بعد واقعیتشو که خیلی تفاوتی نداره، مو به مو بر اساس واقعیت البته ساخته شده. خب ببین داستان اینه که هر سال آدمای زیادی مخصوصا الان دلش کوهنوردن دیگه و طبیعت کردن و دوست دارن آقا به اورست که یه از بزرگترین قله جهانه. آره دیگه، یکی نه، خود بزرگترین قله جهانه. هر کسی قطعا دوست داره که یه بار تجربهش بکنه، مخصوصا اگه طبیعتگرد باشه. یه سری گروه‌ها هستن که این افرادو میبرن و فکر کن شما توره دیگه. آره توره. شما عضو این گروه شدی و میخوای بری اورست و رفتنت به خودته ولی برگشتنت با خودت نیست. حتما با خودت نیست، مخصوصا زمان گذشته. و ما یه سری سرگروه داریم، یه دکتر داریم، یه تیمی که اینا رو جمع میکنه آره. و میبره. خب از دامنه کوه که شروع میشه، اونجا کمپ اصلیه، کمپ 1 2 3 4 5 و بعد از کمپ 5 شما این کمپ‌ها رو دونه دونه طی می‌کنید. کمپ 5 دیگه مثلا میشه گفت نزدیکای قله است و اونجا یه منطقه‌ای وجود داره به اسم دد زون یا منطقه مرگ که داخل فیلم هم دیالوگ داریم. میگفتش که simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Okay, once we get above here, above the South Col, our bodies will be literally dying, and I mean literally dying. It's not called the death zone for nothing, guys. و شغل ما اینه که قبل از اینکه بمیرید شما رو ببریم قله و برگردونیم. میگفت از کمپ 5 مرگتون شروع میشه. دقیقاً. بعدن شروع میکنه به مردن. اکسیژن اونجا 1/3 اکسیژنیه که ما تنفس می‌کنیم. خیلی و ارتفاع نه 1/3. واقعا فقط ارتفاع نیست، چون سرما خیلی کار سخت‌تر میکنه. بذار اینجوری بگم، وقتی شما میرید حتی تو تهران هم ما، یعنی تو چیزام داریم، تو قله‌های ایران هم داریم، دماوند و حالا توچال و اینا که بعداً میشه دربارش صحبت کرد. سرعت باد به 130 تا 160 کیلومتر توی اورست میرسه. خیلیه. ببین سرعت باد در دمای منفی 40 درجه با سرعت 130 تا 160 کیلومتر در ساعت تو دمای 0 درجه یخ میزنه. یعنی تو ببین استوب یخ، یعنی وایسی تو اون هوا و یه لحظه اینجوری وایسی بالا و تکون نخوری یخ میزنی، فریز میشی در جا. چیکار داری؟ و اینا اما یه سری آدم دیوونن که دوست دارن اون قله رو فتح بکنن با اینکه میدونن اکسیژن 1/3. جدا از دیوونه بودنش، خب ما تو ایران هم خیلی سری طبیعتگرده عجیبی داریم دیگه. یعنی من خودم دوست دارم قطعا اورست رو فتح بکنم در زندگی ما، که طبیعتگرد خاصی هم نیستم. آره ولی خب هم خیلی خطرناکه. این دیوونه معنی بد نیست، اونی که این کارو میکنه دیوونه به معنای شجاع، به معنای آره. میدونی یه آدم دیوونه وار انجام ده کار هست. رفتنتون با خودته ولی برگشتنتون با خودتون نیست صرفا. بچه‌ها اورست 2015 7.1 از 10 IMDb اکشن، بیوگرافی، درام، ماجراجویی، هیجان انگیز. بالتاسار کورماکور واقعا فیلم خوبیه. فیلم خوبیه. کارگردانشه جیک جینهال، البته که نقش کمی داره. جیسون کلارک و جاش برولین بازی کردن داخل این فیلم. نقش اصلی جیسون کلارک بازی کرد، درسته؟ آره درسته. نقش راب هال اگر اشتباه نکنم و جیک جینهال هم نقش اسکات فیشر رو داره و اینا دو تا سرگروه هن، حریفای هم. اینا همه واقعی ان. آره. این فیلم کاملا بر اساس واقعیت. خب ببین سوختم. فاجعه 1996 به این شکلی که طبق هر سال که دارن جمع میشن و برن به کوه، این آقای راب هال که سرگروه این توره، خب از قضا همسرش هم کوهنورده و به خاطر اینکه بچه داره، بار داره، نمیتونه همراهش بشه. به شوهر عزیزش میگه که لطفاً زودتر برگرد که به زایمان دخترمون به زایمان بچه‌مون برسیم. که اینا میگه امیدوارم که دختر باشه، یعنی مرد دوست داره دختر باشه و میگه که حتما برمیگردم و دوست داره اسمش هم سارا باشه. یه جاش میگه اسم سارا به نظرت اسم قشنگیه، بذاریم رو بچه‌مون. و اصلا کارش اینه دیگه، خب مثل هر سال قرار برگرد. آره. اما چه اتفاقی میفته که سال 1998 ما کلی از کوهنوردا میمیرن و کشته میشن. موضوع اینه که تعداد گروه‌ها زیاد میشه اون سال. آره. و همه میخوان توی یه تاریخ صعود و شروع و هم بکنن. آره بچه‌ها ببینید وقتی توی یه تاریخ انتخاب میکنن همه گروه‌ها
که تو اون تاریخ صعود بکنن. و اصلا راب حالا یه جلسه میذارم بین همه سرگروه میگه بچا خیلی شلوغ شده ما نمیتونیم دیگه این کارو بکنیم، بیایید که جدا بشیم. این باعث میشه مشکل واسمون پیش بیاد که گوش نمیدن. ولی خب گوش نمیدن. یه سرگروه دیگه داریم اسکات فیشر، جک جلنهال بازی کرده تو فیلم که این اسکات فیشر هم خیلی آدم خفنیه و اینم باز یه گروه داره و این با راب هال خیلی رفیقه. آره کلا که بعد از این تمرین ها و بعد از این داستان ها اینا شروع میکنن به صعود کردن، میرن جلو. خیلی سخته و انقدر رفتن به اورست فتحش انقدر چیز پیچیده یه تو مثلا بین یخچالای طبیعی باید نردبون پل بسازی آره. از اونجا رد بشی و اگه بیفتی تو اعماق یخبندانی که اصلا معلوم نیست کجاست. آره. کجای زمین میرسی. ببین یه سری شخصیت داریم که اینا متاسفانه شخصیت اصلی هم و حالا اینا مردن. راب هال، اسکات فیشر، بک ویدرز، یه سری آدم دیگه هستن که مثلا کمک سرگروه حرفه‌ای هم هستن توشون. آره. و جدا از اینا اون گروهی که میخوان صعود بکنن یه دونه خانم داخلشون هست که چینی، ژاپنی، آسیای شرقه و 6 تا قله رو تا حالا فتح کرده. مونده یه دونه اورست. رو فتح بکنه. از اون طرف یه آدم دیگه ای هست که خیلی اطلاعاتی راجبش فیلم نمیدن ولی انقدر مهمه که CNN خبرشو پخش میکنه. و از اون طرف هم خیلی آدم خفنی داریم، یه نویسنده داریم که میخواد بیاد و خب این واسهشون خوبه دیگه، اگر نویسنده سالم برگرده، همه سالم برگردن، میتونه بنویسه و خیلی باعث بیشتر پول درآوردنشون میتونه بشه. اینا شروع میکنن به رفتن بالا، صعود کردن. منتها به خاطر اینکه همه با هم رفتن یه ذره مشکل به وجود میاد. یه موضوعی به وجود میاد که میگن آقا اگه نفست گرفت و سرفه کردی اینا بعد سریع برگردی پایین وگرنه میمیری. خون بالا میاری و تمام. آره. خب خیلی مهمه. اکسیژن میگم 1/3 میشه. هر کسی نمیتونه تحمل بکنه. اینا شروع میکنن صعود کردن و موفق دارن میشن برسن به آخرش. این آقای بک ویدرز که همون تقریبا میشه گفت یه دونه از شخصیت‌های اصلی داستان ماست، به خاطر اینکه دونه از عملیات چشمی که چند وقت پیش انجام داده بود تار میبینه و دیگه نمیتونه ببینه. و سر همین راه بهش میگه آقا تو اینجا بمون، من داشتم برمیگردم تو رو به خودم برمیگردونم، چون نمیتونسته ببینه. آره. اینا شروع میکنن میرن بالا. راب هال میره بالا، داک هانسن، یاسوکو خیلی اسم عجیبی داره. آره. نه چشم. با بقیه گروه حرفه‌ای‌ها میرن بالا و اینا. و داستان داک چیه؟ داک شخصیتیه که تا حالا 2 بار صعود کرد، 2 بار می‌خواسته برسه به قله، نتونسته بود. و دفعه سومش بود و میخواد که برسه. میخواد برسه چون بچه‌هاش قول داده که این کارو انجام بده. دقیقاً. راب هال میرن همه بالا و یه مشکل دیگه وجود داره. یه سری نردبون که باید بومیا اگه اشتباه نکنم نصب می‌کردن. نردبون تناب نصب می‌کردن، نصب نکردن. باز اینم یه مشکل دیگه میشه. همه اینا اون نردبونا ازدحام باعث میشه که ساعت به تأخیر بیفته. حالا آفرین، سوال پیش میاد که چرا اینجوری میشه؟ بچه‌ها ببینید اصولا اونا نیمه شب حرکت میکنن، ساعت 12:30 شب، یک شب، و برنامه اینه که یک ظهر قله باشن و از اون طرف یک برگردن. ولی ساعت 2 شده و اینا هنوز به قله نرسیدن. چرا؟ چون تنابا اوکی نیست، تنابا نیست، ازدحام زیاده. آره. همه اینها مشکلاتی پیش اومده. آره. یکی مریض شده، یکی افتاده گوشه. موضوع آب و هواست. اگه اون باده که گفتم 130 کیلومتر در ساعت بیاد تو منفی 40 درجه، شما میبره به خودش، اصلا فریز میشی، اصلا تمومه، درجه کار تموم میشه. و خب تایم مهمه. هی دارن چک میکنن با پایین هواشناسی و هواشناسی میگه که آقا زود برگردین لطفا، وضعیت خوب نیستش، قراره که پیچیده بشه اوضاع هواشناسی. و حالا بعد از همه اینا که سری قله رو فتح میکنن میرسن. آره دیگه راب هال همه اینا میرسن. این آقای داگ داستان عقب میفته و وقتی که اینا دارن یه ذره برگشتن، داگ میگه نه حاجی من دیگه نمیخوام دفعه 4 بشه، من باید دفعه 3 میگه که راب من باید برسم. راب میگه بابا خطری اوضاع، دیوانه ای، نمیشه فلان. داگ میگه که خواهش میکنم. آره. رابم داگر رو خیلی دوست داره. آره. میگه باشه. خریت میکنه و میگه خوبیه حاجی را. آفرین. خریت میکنه و میگه باشه و میگه بیا بریم. میرن قله، میان که برگردن، داگ حالش بد میشه، اکسیژن تموم میشه. یه سری دستگاه اکسیژن رو بعد یه جاهایی میذاشتن که باز اونا رو هم یادشون رفته تو فیلم، اگه اشتباه نکنم اونا رو هم نذاشتن اون جاها. هم یه سری افراد استفاده کردن، هم یه ذره نامعلومه، یعنی اینجوریه که ما نمیدونیم اینا کجاشن، اصلا کو افتاده باشن معلوم نیست. در مسیر برگشت طوفان بسیار شدیدی رخ میده. یا یه سری از افراد و یاسوکو نزدیک کمپ 5 بودن و از حال میرن همونجا، همون بک ویدرز و یاسوکو و یه سریای دیگه میرسن به کمپ 5 و اونجا زنده میمونن. یکیش همون نویسنده داستان ماست. و ولی داگ و راب کجان؟ راب اونا هنوز سمت قله‌ن و بهش میگن قله جنوبی، یعنی یه ذره پایین‌تر از خود قله. داگ میگه که آقا راب برو، من نمیتونم. آره. راب میگه که امکان نداره تو رو تنها بذارم. راب کمک میخواد از یه سری حرفه‌ای. ببین یه سری هستن کو تو دستشونه، خب اینا حرفه‌ای ان، میان با پایین تماس میگیرن. راب
میگه که من کمک میخوام. یه سری دوباره راه میافتن از ایستگاه 5 که برن کمک راب. دقیقاً. و اینجا یه شخصیتی که میتونه برسه به راب، اسمش هم یادم رفته. آره. قویه، یعنی میگه یه جا زنش با زنش صحبت میکنن که میگن راب متاسفانه اون بالا گیر کرده. میگه بگید فلانیو بفرسته. میگن اون میتونه نجاتش بده، بگین فلانی بره. فلانی میره، داگ اولا که خودشو پرت میکنه پایین. میمیره دیگه. آره. یعنی مثلا یخ زده، سردشه، میفته پایین. راب میمونه و اون تلفن و رابی که میتونه حرف بزنه با زنش و داره به زنش میگه که ببین من خیلی جای بدیم و ممکنه دیگه تو رو نبینم. اسم بچه‌مون رو قول میدی بذاری سارا؟ فکر کن تو داری با طرف حرف میزنی و نمیتونی کاری واسش بکنی. در عصر تکنولوژی هم این اتفاق افتاد. خیلی جالب، ولی نمیتونه برسه به اون بالا. اصلا نمیتونه. ببین حالا همون هلیکوپتر که میاد بک‌ودر زحل بعدن راجبش حرف میزنی میبره تو تا یه ارتفاعی. تو 4 بودن و اصلا نمیتونسته وایسال. تو واقعیت نظر متفاوتی که حالا بهش میرسیم. یه جا اوایل فیلم بک‌ودرز راب میگه که من آدمایی دیدم که انقدر اون بالا سرد بوده و مغزشون تحت تاثیر قرار گرفته، فکر کردن گرمشونه، کاپشنشون رو درآوردن. واسه همین شخصیت فلانی ما هم همون که گفت رفته رابو نجات داده همین اتفاق میفته. این آقایی که زنه اشاره میکنه میگه بگید فلانی بره، این میره که رابو نجات بده، میره به راب میرسه، جفتشون با هم گیر میکنه. آره، اون طوفانه یه طوفان دیگه میاد و یه جای فیلم اینا یخ زدن زیر یخن. یه جای فیلم این شخصیت میگه که من گور دارم میگیرم، لباساشو در میاره وسط -40 درجه و میفته پایین. تو اون دما و تو اون یخزدگی و تو اون فرسودگی مغز دوباره دچار توهم میشه و حس میکنه گرمشه. از سرما حس میکنه گرمشه. خیلی عجیبه. راب حال بالا میمونه. داک هانسن که هیچی، خداحافظ. آره، مرده بودن. یه سری دیگه و یاسوکا اینا هم مرده بودن. یه روز کامل زیر یخن. یه روز کامل یخ زدن. به صورتی که افراد میان از بغلشون رد میشن و اینجوری مردن دیگه. یخ زدن. اونایی که می‌خواستن برن برای نجات، می‌بینن که خیلی عجیب. یه سری دیگر رو نجات میدن و خیلی عجیب. حالا ما اینجا هم چیزی مثل ریونانت داریم، خب که بهش میرسیم. شخصیت بک‌ودر ما بعد از اینکه بک‌ودر ما بعد از اینکه یک روز زیر برف بوده یهو بلند میشه، در حالی که دماغش سیاهه، یخ زده، خونش انگشتای سیاهه و بلند میشه، خودشو میرسونه به کمپ و هلیکوپتر میاد میبرش. آره، دستاشو در واقعیت از دست میده، دماغشو از دست میده و در واقعیت خیلی جالبه، از فکر کنم پوست پیشونیش و قضروف گوشش دماغ واسش درست میکنه. ولی این آدم زنده مونده. آره، این موضوع بقا که آدمیزاد یهو جنون آور میشه. چرا گفتم رونانت؟ میدونی داستان طرف چیه؟ طرف زنش رو دوست داشته. آره. زنش برنامه داشته وقتی که این از این سفر برگشت طلاق بگیرن اصلا. و وقتی اون اتفاق واسش افتاد چون نمیدونسته دیگه و زنش رو دوست داشته و سالگردشون جدیدن بوده و به خاطر زنش و بچه‌هاش میره و زنده میمونه و اصلا زنم دیگه باش میمونه. توی قضیه بقا یه چیزی داشتم میخوندم میگفت خیلی چیزی که مهمه توی بقا یه دلیل واسه تو. خب میگفت دلیل تو ممکنه بچت باشه، بلند میشی. مهم نیست خرس گازت گرفته یا ببر یا اصلا چی شده، آتیش گرفتی، سرما. یه دلیل مغز تو رو مجبور میکنه که بلند بشی. اون دلیل میتونه این باشه که من الان نباید بمیرم. حتی این میتونه باشه. واقعا اگر انسان دلیلی واسه ادامه دادن نداشته باشه یه سرماخوردگی هم میتونه بکشش، ولی اگر دلیل داشته باشی و خرس پارت کرده باشه بازم میتونی زنده بمونی. خیلی خفن گفتم بین ریل بکنیم از این آهنگ غمگینا بذاریم روش. راب هال اون بالا میمونه، متاسفانه راب هال میمیره، یاسوکو میمیره و دخترش هم به یاد اون اسمش میذاره سارا. و جالبه در لحظات آخر با زنش حرف میزنه و به زنش میگه که من فکر نمی‌کنم که از اینجا سال من خیلی عصبی بودم، من اینجوری بودم پاشو برو. نمیتونه، میدونیم برای ما میگم اصلا دیدی میگن تو اون حالت تو فقط میخوای بخوابی و میگن نخواب، بخوابی تموم. آره بخوابی میمیری. و فیلم به نظر من فیلم شخصیت پردازی خوبی داره. حقیقتا فکر کنم جک چنال بیشتر نقش داشته باشه و خیلی کم بود. راستی چیزم میمیره، اسکات فیشر هم میمیره. اونم تو راب به خاطر اینکه کورتون هی تزریق میکرده، درست گفت، دگزامتازون هی تزریق میکرده و می‌خواسته کم هی میاد پایین میره بالا، یکی دو بار اتفاق میفته و انقدر خسته میشه وسط رو کم میاره و یه لحظه که میاد بخوابه فکر کن مسیری که باید تو 3-4 روز آدمو طی بکنن و تو یه روز میره و اونم یخ میزنه میره. خلاصه که فاجعه 1996 این ناهماهنگی‌ها و شلوغی ازدحام و عدم و اون طوفانی که اتفاق میفته باعث میشه که یه تعداد آدم زیادی متاسفانه کشته بشن و جنازه همشون هم اون بالا میمونه. خیلی غمگینه دیگه. آره مثلا جنازه راب اون بالا مونده و آره نزدیک قله است.
قصه بعدی قصه سال 1972. سال 1972 شما عضو تیم راگبی هستید. دارید از اوروگوئه واسه مسابقات میرید چیلی با یه هواپیمای ارزون و هواپیماتون سقوط میکنه روی کوه. به دلیل هوای بد و برآورد اشتباه خلبان. تیم اولد کریستیان چیکار میکنید؟ یعنی تو برف گیر کردید، هواپیما تقریبا تیکه تیکه شده. هواپیما تیکه تیکه شده، از 5 متری بالا سرتون تقریبا نمیشه شما رو دید به خاطر مه، به خاطر سرما، به خاطر رنگ سفید هواپیما. وسط بزرگترین کوههایی، بزرگترین رشته کوه. وسط بزرگترین رشته کوههایی تو برف گیر کردی. خیلی عجیبه. و اینا چیکار میکنید؟ یه سری آدم دیوونه. آره. برو. نیاز دارن که دیوونه بشن دیگه. واقعا آره. بچه‌ها فیلم سوسایتی آف د اسنو محصول 2023، IMDb 7.8 تاریخی درام ماجراجویی هیجان انگیز. خوان آنتونیو بایونا کارگردان فیلم. بازیگراش بازیگرای اوروگوئه و اسپانیایی ان و خیلی مثلا معروف نیستن که بخوایم بگیم که خیلی هم خوب بازی کردن خیلی. و میرسیم به اینکه چرا اینقدر خوب بازی کردن. داستان کجاست؟ داستان اینجاست که اینا شروع میکنن به رفتن و خب تو هواپیما سه جای خالی داشتن دیگه و می‌خواستن بلیطام ارزونتر در بیاد. چیکار میکنه؟ آقا فامیلت پسر خاله تو نمیای با من بریم؟ مثلا طرف مامانش و خواهرش هم آورده بود. آره. طرف دو نفر دیگه هم بودن، مثلا زن و مرد اومده بودن با هم. و هواپیما سقوط میکنه. و همون اول فیلم حاجی وقتی که هواپیما سقوط میکنه ما یه چیز خیلی خفن داریم. شخصیت نوما رو یادته دیگه. میشه گفت شخصیت اصلی فیلم، راوی داستان ما نوماست و خیلی شخصیت خفنیه. و یه جای شخصیت نوما وقتی که هواپیما داره سقوط میکنه از کوه میره بالا، یهو خورشید رو میبینه و همون موقع کف هواپیما میکنه، ته هواپیما میکنه. فامیلش پسر خالش که عضو تیم راگبیه و اینو آورده بود اونجا از عقب پرت میشه بیرون. خیلی پرت میشن بیرون. دم هواپیما که مثلا اکثر باتری هواپیما و چیزهای مهم هواپیما داخلش بوده کجاست؟ کلی اونورتر پشت کوه دیگه. و اینا اینجوریه که ما باید چیکار بکنیم؟ واقعا چیکار میکنیم تو باشیم مرزا؟ ببین به نظرم خود فیلم میگه دیگه فقط 29 نفر زنده موندن از تمام پرواز. از کل پرواز 29 نفر زنده موندن. و حالا وایسا 29 آره. نفر زنده نموندن. توی برف بدون غذا بدون لباس تو ارتفاع 3500 متری 10 روز بعد، یعنی اینا زنده موندن. ببین یه سری غذا داریم یه سری آب داریم، خیلی کمه. پناهگاه اینا که توی هواپیماییم که ترکیده، ما باید زنده بمونیم تا جستجو کنن ما رو پیدا بکنن. میدونن فقط هواپیما تو کوه، ایشالله که ما رو توی رشته کوه پیدا بکنن توی این مه و داستان. و ما همینجوری که داریم سعی میکنیم زنده باشیم 10 روز بعد بهمن میاد. آره. وسط این ماجرا بهمن میاد و 8 نفر دیگه میمیرن. و جالب اینجاست که از همون 20 خورده نفر 16 نفر در نهایت سالم میتونن. یه سری از گرسنگی میمیرن و اینجا 8 نفر به خاطر بهمن میمیرن. یه سری از زخماشون میمیرن. اینو بگم فیلم خیلی ملو نشون داده همه چیزو. خیلی قضیه وحشتناک‌تره. با اینکه ملو نشون داده اونجوریه. آره شکستگی یا ترکیدگی یا خب ببین طرف سقوط کردی تو و داغون شدی. و من یه چیزی بگم به نظر من اینا اگر تیم نبودن زنده نمیموندن. چون همون روزای اول دوم که اون کاپیتانشون رو دارن دیدی که کاپیتانشون اینجوریه که نه ما همگی باید فلان کارو بکنیم، غذاها رو تقسیم میکنه. آره باریکلا. و واقعا به نظر من اگه تیم نبودن نمیتونستن نجات پیدا بکنن. شروع میکنن غذا رو تقسیم کردن، شروع میکنن کارهای مختلف انجام دادن واسه اینکه زنده بمونن. و بعد از بهمنی که اتفاق میفته و بعد از اینکه غذاها تموم میشه یه سری جنازه وجود داره. آره. و جنازه رفیقته و جنازه همتیمیته و گرسنته و گرسنته. آره. باید بین اینکه فعلا زنده بمونی چون اونجا که برف هست پس آب هست و اینکه جنازه رفیقتو بخوری. دوباره موضوع بقا میاد. بس من باید جنازه رفیقمو بخورم برای اینکه زنده بمونم. ببین فیلم نکات اینجوری خیلی زیاد داره. من یه سری یادداشت برداری کردم، میخوام با توجه به یادداشتام شروع بکنم دونه دونه اینا رو توضیح بدم. آره. اولا یه جاهایی فکر کنم اگر شما کنم روز سوم چهارم وقتی که همه خیلی گرسنه‌شون بود یه نفر بند کفششو باز کرد و شروع کرد تو دهنش به جویدنش. یه نفر سیگار برمی داشت میجوید. سیگار خیلی بچه برده بودن با خودشون و سیگار برمی داشت میجوید از گرسنگی. یعنی هر چیزی بود میخورد. یاد جمله مامانو افتادم گرسنت باشه سنگم میخوره. و خیلی جالبه وقتی که تصمیم گرفتن که اوکی ما گوشت بقیه رو بخوریم
اولا همه قبول نکردن، اول مثلا نصفشون مخالفت کردن چون همه اولا آدمای خیلی معتقدی بودن اینجوری، این گناه اینجوری بودن، طرف خودش رضایت نده نه معتقدم نباشی خیلی سخته. نه جدا از اون مثلا اینجوری بودن طرف خودش رضایت نداده نباید بخوری، که خیلی جالب بود. هر کسی که فکر می‌کرد می‌خواست بمیره رضایت میداد، میگفتش که بچه‌ها من راضی‌ام بعد از مرگم از گوشتم بخورید. و خیلی جالبه. و یکی سر اون اولا اعتقاد سخت بود خیلی واسهشون که اینجوری بودن میان نجاتمون میدن، این دوستامون، ما چرا باید اینا رو بخوریم؟ خانواده هاشون چی پس؟ آره و دو تا سه تا پسرعمو قبول میکنن که این گوشتا رو ببرن چون خیلی مجبور میشن. آره مجبور بودن دیگه. و به نظر من این فداکاری اصلی رو انجام دادن و دور از چشم بقیه این کارا رو انجام میدادن که نبینن کی داره کشته میشه. چون شخصیتی داریم که هم مادرش تو هواپیما بوده، هم مادرش تو هواپیما بوده و هم خواهرش، و فکر کن جفت اونا مردن و میخواد چیکار بکنه. و اصلا اسم اون گوشتا رو گذاشته بودن خوردن گوشت بدون چهره. متوجه هستی من نفهمم کیو دارم میخورن. آره دیگه، میگه یه دیالوگ هم داشتن گفت تا وقتی ندونی داری به کی بدی میکنی اوکی همه چیز. پارادو یکی از شخصیت‌های فیلم دیگه، خب در واقعیت هم هستش. اصلا زنده موندن که الان جلوتر میگم مثلا اصلا خیلی عجیبه اصلا. ولی یه جمله میگه اون بالا من نبودم، اراده بود. آره و میدونی به اون رشته کوه آلپ اونجا چی میگن؟ بچه‌ها تو رشته کوه آلپ سقوط میکنه. میدونی به اون رشته به اون قسمتش چی میگن؟ میگن نهنگ. و خیلی جالبه تو فیلم میگن نهنگ گرسنه است، یعنی میخواد ما رو شکار بکنه نهنگ. و همون چیزی که گفتم خیلی تو فیلم شخصیت‌ها پایبندن به قوانین، اعتقادات، میگم سر گوش خوردن اصلا. و این نشون میده یه انسان موقع نیاز چقدر میتونه از مرز بگذره. میگه آقا من دزد نیستم تا زمانی که نیاز ندارم. اگر روزی بچه‌م گشته باشه من از همه مثلا دزدترم. میدونی دارم چی میگم؟ و راوی داستان ما نوما خیلی داستان خوب تعریف کنه، خیلی خفن داستان تعریف کنه و من خیلی شخصیت دوست داشتنی بود برام. خیلی جالبه ما شخصیتی اینجا داریم وقتی که این روی تخت دراز کشیده و زخم و زیلیه و آخرش هم از عفونت میمیره داخل فیلم. میگه که طرف ازش میپرسه تو الان به خدا اعتقاد داری؟ چون طرف خیلی معتقدن دیگه. و میگه که ببین من به دستای روبرتو اعتقاد دارم که میاد منو پانسمانمو عوض میکنه، به پاهای مثلا فلانی اعتقاد دارم که میره و مثلا واسمون چه میدونم گوشت آماده میکنه، به مغز فلانی اعتماد دارم که واسمون داره فلان کارو میکنه. و این میگه خدای من اونان، خدای من اونی که اون کارا رو واسم انجام میده. خب تو اونجا به همه خدای انگار اعتقاد داری، از همه کمک میخوای. یه نفر بود 20 تا صلیب انداخته بود گردنش. یا مثلا خیلی جالب از جنازه‌ها که گردنبند برمی داشتن همون اونا رو یه جا نگه می‌داشتن، یا وقتی که مثلا می‌خواستن این کار هیجان انگیزی بکنن، می‌خواستن دنبال غذا بگردن، می‌خواستن کاری بکنن، بعضیا مثلا چندین تا گردنبند مینداختن انگار دارن از تک تک خدایان طلب کمک میکنن اونجا واسهشون. و این خیلی جالبه حاجی. و نامه ها گردنبندا رو همه جدا میکردن میذاشتن داخل یه صندوقچه‌ای که ما آخر فیلم هم داریم که دو تا شخصیت میخواد سوار هلیکوپتر بکنه، میگه هلیکوپتر سنگین میشه اینو نمیتونی بیاری، میشینه روش میگه اگر این نیاد من نمیام. که میگن بابا باشه بردار بیار. فیلم میگذره میریم جلو. اون تیکه‌ای هستن که نوما اینجا پای زخمی شده راوی داستان ما و نوما متاسفانه از عفونت میمیره اینجا که شخصیت خیلی جذاب. من فیلمو خیلی قبل دیده بودم و دوباره دیدمش واسه ویدیو و یادم نبود نوما میمیره و دوباره اون تکه منو شوک کرد و خیلی خوب بود. و من اینجوری دیدی و خیلی یه تیکه چیز جالبی تو فیلم داریم اینه که هر کسی میمیره سنش و اسمش اونجا میزنن. آره و نوما بود دیگه. و نوما بود و داشت اسم سن خودش رو میخوند، گفت نوما 21 ساله مثلا 23 ساله و فکر کنم چند روز بعد از تولدش نوما کشته میشه که به خاطر عفونت میمیره چون پای زخمی شده بود و پاش عفونت خیلی شدیدی انجام داده بود، عفونت وارد بدنش شده بود. رادیو رو راه میندازن و از رادیو متوجه میشن که جستجو برای پیدا کردن اینا متوقف شده. فکر کن آقا خودت میشنوی که جستجو متوقف شده، میشنوی که مرگ تو قبول کردن. آره و دیگه دنبالت قرار نیست بگردن. آره آقا اینجا یه نفر میگه ما باید با همین بدن آشوراش زخمی بدون غذا و آب و فلان و بیسار اینا بریم پایین که پیدا بکن. اون برای این کوه احتمالاً مرز شیلیه، باید بریم. 2 تا میشن درسته یا 3 تا؟ 3 تا بود، 4 تا اول بودن. 4 تا که بعد نوما که پای زخمی میشه برمیگرده کاری نداریم و بعدش یه شخصیت دیگه هم چون غذا کم. ببین اینا داستانی که میرسن به از اولین قله های بزرگ. همینو میخوام بگم. و برمیگرده به طرف خواهر و مامانش مرده. آره. نگاه میکنه و گریه میکنه میگه چقدر زیباست. چیزی که زندگیشو ازش گرفته میگه چقدر زیباست. و یکیشون برمیگرده چون غذا کم بوده. آره. و حاجی من اونجا بودم تسلیم میشدم. ببین فکر کن تو روی یک رشته کوهی
و 30 تا رشته کوه ببین فاصله اینا است. میرن پایین به یه تیکه از هواپیما میرسن، یه شب اونجا میگذرونن، دوباره میرن پایین‌تر میرن که کوه شیلی نیست، کوه میان بالا یه چیزای حالت سورتمه مانند درست میکنن آره. و با اونا سر میخورن میرن پایین و در نهایت به یک پیرمرد شیلیی میرسن لحظه نجات دیگه تو اینجوری تموم شد و بالاخره نجات پیدا. و خیلی جالبه وقتی که میرن نجاتشون میدن، هلیکوپتر میاد میبرشون و اینا که گفتیم، در آخر میبرشون تو بیمارستان دیگه، ازشون آزمایش میگیرن، مثلا اگه واکسنی نیاز دارن بهشون بزنن گوشت انسان خوردن دیگه بالاخره. و خیلی جالبه اینا انگار بازم تیمن، آخرش تو بیمارستان شب دوباره کنار هم نشستن دارن انگار دیگه نمیتونن بدون هم زندگی بکنن با هم نجات پیدا کردن، چون با هم نجات پیدا کردن. دقیقاً. و میدونستی نتفلیکس این فیلمو ساخته بیش از 100 ساعت مصاحبه کرده با بازمانده ها و بازیگرا در ارتباط بودن با بازمانده ها که بتونن بهتر بازی کنن. خیلی واقعا محشر بازی کردن. و ببین من چی تو فیلم دوست داشتم، روایت از بیرون نبود، از درون خوده. ما انگار جزء یه دونه از شخصیت‌های اینا بودیم. یعنی من حالا من می‌خورد کنار گوشه انسان می‌خوردن، سردم بود که اینا سردشونه، ناراحت بودم که این عزیزاشون داره میمیره. بچه‌ها یه فیلم دیگه خیلی از روی این داستان فیلم ساخته شده که این بهترینشه. یه فیلم دیگه هم هست که بعد از این میشه گفت مثلا بهترین اسم فیلمش الایو. میدونی شخصیت شرور داستان ما که ویلن ما برفه، بهمن میاد. راست میگی. خیلی جالبه. دقیقاً. و دوربین در خدمت اثر حاجی، نمیخواد بولد کنه خودش. یعنی دوربین مثلا مهم نیست، مثلا ما تو خود رونانت اوکی ما دوربین رو میدیدیم، خب اینجا تو مثلا میگم انگار من اونجا نشستم بغلشون تو هواپیما، انگار دارم نگاهشون میکنم، باهاشونی. خیلی جالبه، خیلی جالبه. و یه چیز جالب میدونستی وقتی که نجات پیدا میکنن و خبرشون نمیدن، کسی که آخر فیلم اسامی بازماندگان رو هر کدوم هر دوباره اعلام میکنه و میگه فلانی هم بچمه، مثلا میگه مثلا روبرتو فلان چیز، بعد دوباره میگه هر کدوم دوباره اعلام میکنه که بفهمن کیا زنده مونده. میدونستی خودش یکی از بازمانده ها بوده اونجا بازی کرده؟ بی خیال. نه آره. اینو نمیدونستم. و از 16 نفری که زنده موندن 15 نفرشون تا سال 2023 زنده بودن و یکیشون داشته میمرده و فیلمو اون 15 نفر فیلمو دیدن، یه نفرشون مرده، الان 14 نفرشون زندن از اون 16 نفری که سالم موندن. 14 نفر. و کارگردان رفته به اون به همشون این 14 تا حرف بزنم. آره. و فیلمو دیدن همشون و تایید دادن. آره. گفتم باریکلا. به نظر من انتخاب اسم فیلم خیلی فوق العاده است حاجی. میگم تیمن، جامعه رو داره نشون میده بچه اینا جمعن، جامعه‌ان، داره نشون میده اینا میتونن با هم خوب بسازن این چیزی رو. روایت عالی داستان ما داریم، ما اصلا داستان بچه خسته نمیشید، فیلم 2 ساعت و نیمه ولی واقعا خسته کننده نیست. خب یه چیز جالب میدونستی 10 سال پروسه ساخت فیلم طول کشیده به خاطر پیدا نشدن اسپانسر. و شاید بگم چقدر خوب، چون اگه اون سال میاد شاید اینقدر دیده نمیشد. آره 40 تا مسافر داشته و 5 تا خدمه که 20 خورده زنده موندن تا 16 نفر و الان 14 نفر هنوز زندن. نکاتی اول راجع به همین داری که بخوای بگی راجع به نکاتو گفتیم، فقط میگم چیزی که تو فیلم نشون داده از واقعیت خیلی نرم‌تر بوده. واقعیت خیلی وحشتناک‌تر بوده. خیلی وحشتناک. از چه نظر؟ مثلا از زخم‌ها، عفونت‌ها، خوردن جنازه‌ها، کشته شدن‌ها، خیلی به خاطر اینکه خب خانواده‌های بازمانده‌های این فیلم رو قرار بود ببینن، سعی کردن که نرم‌تر این فیلم نشون بدن که اونا بنده خدا. و اصلا جدا از اون خیلی جالبه، ما تو آخر فیلم رونانت خب همشو داریم که داره داخل برف ضبط میشه. آره. ولی این فیلم تلفیقه، هم داخل استودیو ضبط شده و همه قسمتاش واقعا داخل برف ضبط شده و خیلی جالبه به نظر من. Who go looking for adventure. بچه‌ها این تو د وایلد 2007 بیوگرافی درام ماجراجویی، آی ام دی بی 8.1 کارگردانی شامپن، امیل هرش بازی کرده و کریستیان استوارت. فکر کن تو دانشجوی هارواردی، خانواده پولداری داری، در حالی که اصلا میگن می‌خوایم ماشین تو عوض بکنیم واسه نابغه‌ای، خیلی هوشت زیاده و یه روز تصمیم میگیری که همه چیز رو رها بکنی و بری تو جنگل زندگی بکنی. انگار از انسان‌ها خسته شدی اصلا. بری غرق طبیعت و ببینی کجا دنیا تو کجا میبره. بری غذا پیدا بکنی، حیوان شکار بکنی و خیلی جالبه. خیلی تصمیم عجیبیه. چرا باید آدم خیلی تصمیم سخت و عجیبیه. ریاکاری والدین، جامعه سرمایه‌داری، نیاز انسان به راجع به همه اینا فیلم حرف میزنه. میگه من چون اینا وجود من نمیخوام اینا وجود داشته. من نمیخوام که واسه غذا پول بدم. ولی یه دونه از اصلی ترین دلیلش به نظر من میدونی چیه؟ خانواده‌اش. دیدی که به خاطر خانواده‌اش میره. خیلی خانواده خوبی نداره. یعنی خانواده‌اش پول دارن ولی خب از لحاظ مثلا رفتاری خیلی خانواده خوبی نداره. پسره به نظرم حرفش اینه. من نمیخوام باید باشه. آره. من نمیخوام
حتما توی خونه زندگی بکنم و حتما لباس بپوشم و حتما این شکلی. من میخوام آزادانه برم بچرخم بیام برم اصلا همه جا. و خیلی جالبه. و واقعا دیوونه است. آره یک جمله‌ای ما اول فیلم داریم از لورد بایرن، لذت جنگل‌های ناشناخته، جذب موجود در ساحل‌های متروک، مجموعه‌ای وجود دارد جایی که دخالتی در آن نیست، در کنار دریای عمیق و موسیقی قران آن. انسان را کم دوست دارم اما طبیعت را بیشتر. نخندید سینا نکنی کارو. چرا؟ خیلی داری. باحاله. بابا مسخره میشه بنده خدا. فانه. آها داری فانش میکنی؟ آره. آها اوکی. مجموعه وجود دارد جایی که دخالتی در آن نیست، در کنار دریاهای عمیق و موسیقی قران آن. انسان را کم دوست ندارم اما طبیعت را بیشتر. و ببین فیلمو داره میگه. اول فیلم به نظر من توی جمله فیلمو میگه. ببین خب شروع فیلم خب با پریدن مادر کریس از خواب شروع میشه. فیلم بچه‌ها ذره درهم برهمه از نظر زمانی و تایمی. مادر کریس از خواب میپره و اینجوری من دیدمش من اینجوری چی دیدی؟ آره وقتی من واسه بار دوم فیلمو دیدم بیشتر متوجه شدم. بچه‌ها فیلم خیلی واسه حرف واسه گفتن داره. یه جا اول داستان بعد از اینکه میره ماشینشو ول میکنه پلکشو میندازه دور، یه جا داره سیب میخوره. ببین با سیب میگه که تو خیلی خوشمزه‌ای ها. من خیلی دوست دارم و چقدر عجیب حاجی. آره خیلی عجیبه. آدم وقتی غرق اون زندگی میشه یه جوری دیگه میشه نگاهش. آره. یه جوری حوصله سربره ولی عمیق. آره و انگار اینجا داره خودش فیلم میگیره چون نگاه عجیبی هم به دوربین میکنه و خیلی جالبه. نگاه رو نمیفهمم ولی. آره منم واقعا نمیفهممش. و خیلی جالبه تو این راهش تو این داستانش با سری آدما آشنا میشه. خب خیلی تاثیرگذاره آره. زندگیش. با زن و مرد آشنا میشه. این بیشتر تاثیرگذاره. واقعا ولی همه رو ول میکنه و میره میگه من نباید به کسی وابسته آره. بشم. خیلی من دوست دارم مثلا برم تو جنوب یک ماه با مثلا چه اونایی که تو دریا کار میکنن زندگی بعد بکنم. یهو بذاری بری مثلا مرکز ایران بعد یهو بری شهر. جالب نیست من. چرا خیلی زندگی عجیبیه دیگه. یعنی تو متفاوته. داری حس می‌کنم داری لذت میبری و داری یاد میگیری و این تجربه میکنی. زیست جدیدی و تجربه. اونم همینه. میره کشاورزی یاد میگیره، میره کشاورزی تجربه میکنه. کارگرا باحاله ولی واسه یک زیست جدید. میره با کمباین کار کردن رو مثلا یاد میگیره. زیست دیگه از کشاورزا یاد میگیره که اوکی وقتی که شکار کردی چجوری باید گوشت رو ذبح بکنی. خب ذبح بکنی. ذبح اسلام بکنی. ذبح مسیحی. آره که چجوری نه که خراب نشه. آره چون که گفتش که تو هرچی گوشتت گنده تر باشه کمتر وقت داری. اگه مثلا هوا گرم باشه کمتر دوباره وقت داری چون کرم میزنه گوشته. و این آدم یه هدف داره بره و تو ایالت بزرگ سرد و دور افتاده یا آلاسکا زندگی کنه. آره بدون پول بدون غذا بدون هیچ چی تقریبا. به همه هم داره همینو میگه دیگه. آره میگم میخوام آلاسکا. و خیلی جالبه. و بعد از اینکه از پیش کشاورزا میره خب میره تو رودخونه میگه مثلا گذاشتن رودخونه مجوز میخواد. برمی‌داره قایقو میره و میگه پلیسا دنبالم من باید برم خدافظ. اونجا با زن و مردی آشنا شده. بعدش اینجا طرف تو راهش با پیرمردی آشنا میشه توی پمپ بنزین و خیلی جالبه. با این پیرمرده به نظر من اصل فلسفه فیلم بیشتر داستان بین این پیرمرده و این جوونه است. من خیلی چیز از اینجا من حداقل خودم درک کردم. و پیرمرده این پسرش میبینه اینو. آره پیرمرده واقعا مثل پسرش اینو میبینه و سعی میکنن حاجی به هم درس بدن. به نظر من یه جا هستن که پیرمرده داره از کوه میره بالا و میگه وای تو که طاقت ندارم. من گذاشتم رویارویی با پیرمرده، متفاوت بودن عقایدشون. ببین شخصیت داستان ما اینجاست کریستیان دیگه درست میگم؟ کریس اینجاست و پیرمرده اینجاست. و پیرمرده داره از کوه میره بالا و سعی میکنه انگار به عقیده این برسه، به اینکه این چی فکر میکنه. پیرمرده به کریس پیشنهاد میده که تو بیا نوه من شو و من تو رو به فرزندی قبول کنم. کریس میگه بذار برم آلاسکا بعدش که اومدم راجع به این حرف میزنیم. و کریس میره و پشت سرش رو نگاه هم نمیکنه و پیرمرده داره اشک میریزه. این آدم خیلی چیزا یاد گرفته تو این داستان جنگل و اینا، اما اصلا کافی نیست واسه اینکه توی طبیعت وحشی زندگی بکنی. اصلا احساساتی نباید برخورد بکنی. خوندن 4 تا کتاب شعر و رمان کمکت نمیکنه و باید نقشه داشته باشی، باید بلد باشی، باید گروهی، باید یکی خبر داده باشی و اینا مهمه. این نمیخواست این کارو بکنه دیگه. دیدی که خواهرش هم که راوی داستان مهم میگه اصلا ما از کریسش خبری نداشتیم. دقیقاً. با مرگ این آدم تو اون اتوبوس تموم میشه، اما واقعیت دقیقاً همین شکلیه. اما چرا این آقای کریس مک اسم خودش هم گذاشته بوده سوپر ولگرد. آره سوپر ولگرد. یه ذره شیش میزنه. جالبه. 2 تا تئوری وجود داره. یه سریا میگن گیاهی که خورده بوده. ببین یه شکار بزرگ میزنه، گوزن بزرگ میزنه که گوزن کر میزنه، میاد داره بخورتش، طول میکشه بریدن و پخت و پزش کر میزنه. بعد خیلی لاغر شده، عجیب غریب لاغر شده و بدنش دیگه نمیکشه و دنبال اینه که غذا پیدا کنه. میره از گیاها استفاده بکنه.
یه دو تا تئوری وجود داره اصلا این باعث برگشت میشه. یک، گیاها سمی بودن. دو، قارچ سمی روی گیاها بوده که میگن قارچ سمی علمی تره. بدنش غذا رو وقتی اینا رو میخوره، یعنی خوردن اون گیاهه باعث میشه که بدنش غذا رو جذب دیگه نکنه، گرسنگی شدید و ضعف زیاد، مسمومیت و بعدش مرگ. یه رودخونه وجود داره تکلانیکا. خب رودخونه‌ای که ازش عبور کرده تو آلاسکا. فصل تغییر کرده، آب رودخونه اومده بالا، میاد دوباره نمیتونه برزه دوباره. نمیتونه. میخواد خودشو نجات بده، نمیتونه. اگه یه نقشه داشت میدونست که 850 متر بالاتر یه گذرگاهی وجود داره و اگه 850 متر میرفت بالاتر میتونست خودشو نجات بده و این کارو نکرد بخاطر اینکه نمیدونست. و این آدم دیوونه است واقعا، اصلا آدم عجیبیه و بدون نقشه جلو میرفت دیگه. آفرین. 110 روز توی آلاسکا زنده میمونه تو اتوبوس 142 و تا روزای آخر یه سری چیزا داره مینویسه، خیلی کلا مینویسه چیزای اتفاقات مختلف. آره و در روزای آخر چند فکر کنم 13 روز آخرینا دیگه فقط علامت میزنه تو دفترش. 19 روز بعد از مرگش توسط یه شکارچی که اتفاقا اونم گم شده بوده، دنبال سرپناه بوده، پیدا میشه. فقط 30 کیلو بوده. باجی آخر فیلم نوشته رو کتابش مینویسه دقیقاً قبل از مرگش. آره مینویسه که شادی وقتی واقعیه که به اشتراک گذاشته بشه. آفرین. یه دیالوگ عجیبی هم داره. من کل فیلم شاید این دیالوگ به نظرم عجیب ترینشه. میگه تو وقتی ببخشی عاشق میشی و وقتی عاشق بشی اون موقع است که لطف خدا شامل حالت میشه. خیلی دیالوگ عجیبی. واقعا دیالوگ عجیبیه. وقتی ببخشی عاشق میشی. خیلی برام عجیبه. حاجی یه چیز میدونستی؟ یه فکت جالب بهت بگم. بگو. نفر اونی هست که میرسونش آلاسکا اول فیلم. میرسونتش. میدونستی اون داخل واقعیت همین شخصیت کریس واقعی رو رسونده بود آلاسکا؟ همونه. شوخی نکن. جدی. چه نکته عجیبی داری تو. بچا این بود از فیلم Into the Wild. وایلد فیلم عجیب این غریبه. 5 فیلم تموم شد. بخشای طولانی شد. یه سری داستانا می‌خوایم آره. بگیم یه سری آدم خیلی زیادی حتما توی ویدیوی که یه همچون داستان‌هایی داشتن ولی خب فیلمی راجبشون ساخته نشده، حداقل تا الان ساخته آره. نشده. خیلی میطلبه که در مورد این موضوع خیلی صحبت بکنیم. داستان‌های واقعی که آدم‌هایی که خب در مورد بقا داریم حرف می‌زنیم دیگه، آدمایی که نباید زنده میموندن طبق قوانین فیزیک، طبق قوانین واقعی، اما زنده میمونن. آره. و باور نکردنی زنده موندنشون. یه خانومی به نام وسنا، اگه اشتباه نگم اسمشو، وولوویچ، یه هواپیمایی سقوط میکنه از 10 کیلومتری تو آسمون. فاصله تا زمین 10 کیلومتر بوده. فاصله 10 کیلومتر تا زمین. و این آدم توی هواپیما با بقیه البته سقوط میکنه. از تو اون هواپیمایی که از 10 کیلومتری آسمون سقوط میکنه تنها کسی که زنده میمونه این خانم وسنا وولوویچه. اولا که هواپیما خب قطعه میشه. خیلی عجیبه. مثلا صاحب نظرات دانشمندا میگن که آقا یکی از دلایلی که این زنده مونده جایی که قرار گرفته تو هواپیما اون باعث شده ضربه کمتر بهش بخوره، یا پرده گوشش پاره نشده. خیلی عجیبه. باید پاره بشه تو اون فشار. به خاطر این بوده که یعنی همه چیز داله بر اینه که اون طرف بمیره ولی نمرده. همه چیز داله بر ولی آدم زنده میمونه. خیلی جراحت پیدا میکنه، مهره‌های گردنش آسیب میبینه، کلی جراحت برمی‌داره، اما زنده میمونه و نجات پیدا میکنه. چه جوری؟ یه سری دلایل شانسی داره، به خاطر وجود اون هواپیما، به خاطر وجود اون صندلیه در اونجا، به خاطر وجود اون قالب هواپیما که باعث میشه اون فشار هوا کمتر بشه و این آدم زنده میمونه. خوزه سالوادور آلوارنگا یه ماهیگیری بوده که با یه ماهیگیر جوون دیگه به نام ایزکوردیا اگه اشتباه نکنم تو نوامبر 2012 اینا از مکزیک میزنن به آب که ماهیگیری بکنن. طوفان میشه و گم میشن و 438 روز با یه قایق کوچیک تو اقیانوس بیکران گم میشن. حاجی یاد لایف آف پی افتادم. آفرین. تازه این 438 روزه و اون اصلا واقعی نیست. این واقعیه. آره اون از رمانه. 4 ماه بعد این آقای ایزکوردیا میمیره. جوونه کم میاره و میمیره. خب این میمونه، این آقای خوزه سالوادور میمونه بدون غذا، بدون آب، یه قایق، یه جنازه. هیچ کس هم نیست. چیکار میکنه؟ بارون میاد، از آب بارون تغذیه میکنه. ماهیا رو ورمیداره میخوره. باز برای آب پشت چشم ماهیا برای آب خوردن از اون استفاده میکنه. چی آب پشت چشم، از آب دریا نمیخوره چون میدونه میمیره. آره میمیره. آب پشت چشم ماهیا رو میخوره. بارون رو سعی میکنه بخوره. غذا، پرنده‌ای اگه میاد اونجا، ماهی، اینا. شبا نمیخوابه از ترس کوسا، روزا میخوابه برای اینکه آفتاب نکشتش.
با پوست جلبک مگه خودش داخل قایق نیست؟ داخل قایقه. قایق رو نداره، قایق ماهیگیریه. همه چی قایق از کار افتاده، موتور همه چی، این قایق فقط رو آب حرکت داره میکنه. و این آدم از 2012 تا 2014 تو اقیانوسه. 2 سال تو اقیانوسه طرف. نمیرسیده به جا. وسط آبیه که هیچ جاش معلوم نیست، تو اقیانوسه، تو دریا. خیلی ترسناکه. تو فکر کن یه جایی هستی هر جا تو نگاه کنی چی و نیست. تو داری ادامه میدی. تموم نمیشه. خودش میگه بعدن که حالا نجات پیدا میکنه، خودش میگه جنازه رو نمینداختم تو آب چون تنها چیزی بود که میتونستم باش حرف بزنم و بعد از چند وقت انداختمش بالاخره تو آب. به خاطر اینکه آفتابش نخوره، سایبون با خودش برای خودش درست کرده با تیکه هایی که تو قایق بوده، جلبک میزد رو پوستش که خراب نشه پوستش با آفتاب. این آدم میخواد زنده اصلا مگه میشه؟ چقدر عجیب. و 9000 کیلومتر رو آب میمونه، از قطب شمال تا قطب جنوب انگار. این همینجوری میره، همینجوری در حرکته. این بر اون بر این بر. یه ذره عقل نداشته یه جا برسه. ببین تو اقیانوس آخه، شوخی که نیستش که. و بعد از 438 روز میرسه به جزایر مارشال و میبینن یه آدمی میاد میگه که من 2 سال تو آبم و بالاخره میرسه به جزایر مارشال و بعد از یه مدتی سلامتیشو به دست میاره و دوباره شروع میکنه به ماهیگیری. بعد من تو اینجا نشستیم میگیم که چرا این آتیشه دودش میره تو، ما داریم اذیت میشیم. حاجی یارو 2 سال تو آب. من میدونی از چی میترسم؟ مثلا فکر کن تو فیلم سوسایتی آف اسنو اونا میرفتن و زنگ میزنن میگفتن ما شما رو مرده اعلام کردید دیگه نمیایم کمکتون. فکر کن چقدر ترسناکه. خیلی میفهم. اصلا میدونی موضوع چیه؟ این آدمه میتونسته روز 5 بگه وسط آبم دیگه بمیر دیگه، طبیعیش اینه که بمیری. اصلا تو غذا نداری، آبم نداری، از آب پشت چشم ماهی. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. ببندیم ویدیو رو. حرفی خاصی داری بزنی؟ خیلی مخلصیم، خیلی ممنون که تا اینجا ما رو تماشا کردین. بچه‌ها حتما سابسکرایب بکنید، لایک بکنید. این پارت دومه. این پارت دومه. اگر دوست دارید برید پارت اولم ببینید حتما. تو اون فیلم رونانت تا 127 ساعت رو مورد بررسی قرار دادیم. و اینکه پیشنهادی چیزی هست کامنت بکنید برامون، لایک بکنید، حتما ساب بکنید به چنلمون و خیلی دمتون گرمه. خیلی مخلصیم. فعلا بچه‌ها. به آف خوش اومدید. به آف خدا. فعلا بچه‌ها. یاسوکو نامبا امیتاکوسیدا. یا سرعت باد 130 تا 160 کیلومتر. بریم. یه زوزه بکشیم. بریم. من میگم سلام تو. همش تو بگو سلام. یه زوزه گرگی بکشیم. میگه بدتره. باز حداقل یه ذره ازت میمون. میگم سلام تو. اینجوری مثلا. واسه این ویدیو اومدیم جنگل. انسان در برابر طبیعت. امیتاکوسیتا وا احمق. الان میخورد تو گوشیت بخواست چه گویی بخوری؟ دوش دیگه انقدرم شل مغز چه ربطی داره؟ داداش یه جوری اینجوری ببری. ببین کجا آوردی سجاد؟ از اونجا که معلوم نیست الان. نه اینا رو بزنم. ببریم که یه دور پرتش بابا نه. تو پایین بیاری. بچه ببین معلومه به چند نفر به این کمک کردی. اگه مثلا یه زن و بچه‌ای اومده باشن اینجا بعد اینجوری هست وای سردمونه داریم میمیریم آتیش